بحث دیگر پرسیده است که آیا خوردن و نوشیدن در کاسه آهنین درست هست؟ چون که بعض مردم از آهن بسیار نفرت دارند. در حدیث هست که صحابی در دستش چله آهنین داشت. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که اطرحها فانها زینت اهل النار، او کما قال علیه الصلاة والسلام، او حلی اهل النار فرمود. این را بیانداز، زیرا که با آهن زینت دادن این زینت اهل دوزخ هست. حتی بعضی ها از دروازه های آهنین هم نفرت دارند. پرسیده است که کاسه آهنین را استفاده بردن جایز هست یا نه؟ علامه شامی رحمت الله علیه در جواب این سوال می فرماید که و اما الآنیة من غیر الفضة والذهب فلا بأس بالاکل والانتفاع بها. اما ظرف هایی که غیر طلایی و نقرگین هستند باکی ندارد که در آنها خورده شود یا نوشیده شود یا از آنها در دیگر کارها استفاده برده شود. کل حدیدی مثل آهن و صفری مثل برنج، چی برنجی میگویند کو، و نحاس مثل میس، و الرصاص مثل قلعی یا سرب، و الخشب چوب، و الطین مثل گیل. این گونه ظرف ها را استفاده بردن در شریعت جایز است، نادرست نیست، باکی ندارد.